ای کثافت از سر روشون داره میباره. اولا خیلی خوش اومدیم به الیلند. من الناس هستم و اینجا سرزمین منه به همراه گوگوجی. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین. امروز قراره با گوگوجی بریم چندش حتی اسمشو میخوام بگم اذیت میشم. امروز با گوگوجی میخوایم بریم چندش ترین غذاها رو با هم دیگه ببینیم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. سب میخوایم بریم چندش ببینیم؟ آخ جان، خوراک خودمه. دوست داری واقعا؟ از همین الان حالت هوا گرفتم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. آماده ای؟ بریم ببینیم. من که آماده نیستم. چرا من آمادم بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم؟ یا خدا. ये सत्तू का पानी बनता है। हाँ सर, नैला में से पानी डालते हैं। ای کثافت از سر روشون داره میباره. شود چند کی ساتو کجایی هستن؟ هند باشه یا پاکستان، یکی از این دوتا باید باشه. पानी बेचा है कि नहीं खाना? ये बनना है सत्तू का शरबत जी। چقدر کثافت لباسش. और ये पहले जाएगा प्याज। आगे सत्तू बनाओ। सबसे पहले प्याज जाता है जी। ये कितने ग्लास اصلا چی هستین؟ जिनका तो नहीं सर, जिनका नहीं है बस बनते ही रहता है, बनते ही रहता है। हाथ उठता नहीं है। ای خدا لعنتتون نکنه. چندشان जी एक आम वाला दो और साहब का आम वाला दो। اوف وای حالم داره برم بخوره واقعا. میخوام بالا بیارم انقدر کثیفه همه چی. بس دیگه. ملت چه فیزی هم میبرن. یکی داره فیلم برداری میکنه. این چی داره آخه؟ این داری فیلم هم میگیری. تو رو ببرم اینجا اینو به خوردت بدم بخوری یکم. آره ببر، من در کنار هیجی بکنم توش در بیارم بخورم. بابا تو هم چندشی. ये नमक नमक और ये जाएगा सब्जी। چی این؟ چرا آردن خود چی میمونه؟ واقعا نمیتونم دیگه ادامه بدم. خیلی دیگه حالم بد شد. آی اصلا نمیدونم چی بگم. خیلی کثافت باره. داداش مگه آش اینجوری داری هم میزنی؟ بابا دستش هم داره میچکه تو اون. بولو आराम से बाबू। همچنین یه رخه میریزه میره ها. فقط چه کثافتیه میزش. این دیگه چه بیشور کثافتی میدی به خورده مردم داداش. توی اینا رو میخورن مریض نمیشن.
چه صفی هم کشیدم براش. این خیلی توفه است. چیه این؟ Long before time had a name. وای بهش فکر میکنم حالم بد میشه. به نظر شما الان این چه بویی رو میده؟ به نظرم با استفراغ میده اینم. نه به استفراغ نمیده. نه کجاش باشه اصل لامصب اصل اصل لامصب اصل. به نظرم دارچین باید باشه. پیازه؟ پشما پیاز و فلفله. وای حالم بد شد. پیاز بنفش. چه عشقی هم میکنن. تموم شد. وای آخیش راحت شدم. داشت دیگه کم کم قلبم وای میساد واقعا انقدر که بد بود. این دیگه چی بود؟ این دیگه چه سمی بود؟ خرچنگ خوردش رفتن در قبال این حداقل اون کذابت کاری نداره. میکنه تو دهنه تمام میشه این. وای رو بر دیگه بهش گفتم با استفراغ هم میده. با استفراغ اومد دماغم. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه من. اگه از این ویدیو خوشتون اومد به هم بگید تو کامنت ها که ورژنای دیگرشو براتون بذارم. بذار خوش گذشت. از اولم خوشش اومده بود. میگفت هویجو بکنم توش در بیارم بخورم. تو دیگه چه حال به هم زنی؟ تو از اینا بدتری. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نکنین. مراقب خودتون و خوبیاتون باشید. تا ویدیو بعدی فعلا.